من مختصرا عرض میکنم که در این مشکلی که جامعه جهانی گیر ماندن و خصوصا مردم مظلوم افغانستان، علمای کرام خواستند که پیام خود را واضح، دقیق و روشن برای تمام مردم افغانستان برساند. از این خاطر بود که هم تلاش کردیم در تنظیم یک فتوای جامع، در رساندن پیام وزارت محترم صحت از طریق مساجد و منابر، و اکنون دیده شد که قرنطین طوری که لازم بود مردم ما به اساس مشکلات یا به بی‌توجهی او را دقیق نگرفتند. لازم دیدیم که یک کاروان را جهت آگاهی عام مردم با نماینده های دکتر صاحبا یک جا تحت عنوان دمنبر او دکتر غگ ای را تنظیم بکنیم و این آواز را برسانیم که در خانه هایتان بشینین تا مسئول ببانین و بدون ضرورت جدی از خانه هایتان بیرون نشوید. و این رساندن پیام به خاطر همیست که فعلا این میکروب ساری در شهر میگرده، پس آسیبش بیشتر می باشد. هدف همیست که ما علما مسئولیت خود را داشت که در رابطه به این قضیه آنچه که در توانشان بود او را باید به گوش مردم برساند و قضیه اهمیتشان را انشاءالله دکتر صاحبا توضیح خواهد داد. ما خواستیم که از طریق منبر این پیام را به عام مردم خود برسانیم که مسئله ویروس کرونا را جدی بگیره و در محافظت خودش اگر خدا نخواسته مصاب باشه به این مرض دیگران را ملوث نکنه و اگر جور بوده باشه صحت خود را محترم بشماره و توصیه های وزارت محترم صحت را جدی قرار بدهد و سبب از این نشود که جامعه را به طرف خودش و به طرف بدبختی و مشکلات بکشاند. خداوند متعال این سعی علما و دکتر صاحبای ما را سبب رساندن پیام به عام مردم ما بگرداند و امیدوار هستم خداوند متعال این مصیبت را از کشور ما بردارد و یک جامعه صحتمند و مقبول را داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.